میشوه میرم. سلام علیکم کل مخلصان کانال سامبوی تیوی یکترینبورگ و برادر تیجه. امروز استاد برادر تیجه نامتون شراف‌الدین را دیدیم که میخواد یک دست سخن بهر شما گوید و سلام خود را میخواهد به برادر تیجه برساند. معلومات؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الله تبارك وتعالى استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه و تبارک و تعالی در این آیه کریمه شریف می‌فرماید که بیشک انسانیت ناقص است مگر شخصانی که ایمان کامل آوردن و عمل صالح انجام دادن و مسلمان ها کسانی هستند که وقتی با یکدیگر روبرو میشوند یکدیگر وصیت به نیکی به خیر به آرامی میکنند. انا این برادر ما دیدیم و پرسان کردیم که الحمدلله که برادر ما رو میشناخته است برادر تیجه به نام مصطفی. بله او چندین سال بگیم که در یک شبکه اینترنتی زیلو با ما رفیق بود دوست بود و ما بگیم با او استادیم و تا حاضر هم بگیم صحبت میکنیم سلام ما رو برای اونها برسونه و ما میگیم که الله سبحانه و تعالی همه وقت موفقیت در حیاتش در عمرش نصیب کنه و عمر درازش نصیب کنه بهترین درآمدها و بهترین برنامه‌ها بروره تا اینکه جوان‌ها و نوجوان‌ها ببینن عبرت بگیرن. سلامت باش با کل مخلصان کانال برادر تیجه و کل مخلصان مردم غریب شما مردم غریبی که در شهرهای خارجی در شهرهای روسیه و غیر از روسیه زندگی میکنن کار میکنن بعضیش عذاب میکشن بعضی استراحت میکنن شما چی گفتنی؟ همون دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تمام امتش کرده بود ما هم دعا را میخونیم و دعا میکنیم که اللهم اغفر امت محمد صلی الله علیه و سلم پروردگار عالم تمام کل امت محمد نگهبان باشه حافظ نگهبان باشه در هر گوشه کنار دنیا باشن خسته نباشن صحتمند باشن سربلند باشن و بود وطن خودشون برگردن. آمین. تشکر زیاد برادر عزیز. خیلی خوشحال هستیم که با شما وقت بردیم. این کس بود با استاد برادر تیجه در شهر تاجیکستان آمده سیر و گشت در ناحیه رشت و خود آب گرم استراحت داره و من گفتنیم به برادر تیجه که سلام جوش گرمی این برادر رو قبول کن بگذار همه وقت سربلند باشی پیش نزد دوست و دشمن خود. تشکر زیاد. تمام کردی برادر؟ سلامت با یکی میگن شاگرد خوب تمیای. سلام علیکم. مالی برادر رحمت برای خدمتتون.